و البته دوستان عزیز کارت 4 دیگه خودتان میفهمین که چه قسم یک جای هستی، ضرور به گفتنش نیست. زیبا، مقبول، عالی، مشهور و یک منطقه همه چی تمام از دوستان عزیز. خلاصه تر اگر بگویم اوه پایت بند شد. ببینین اینی کوچه هم دوستان عزیز، کوچه مرکزی کارت 4 هست. سلام و درود نصار شما عزیزان، انشالله که خوب و صحتمند باشین و زندگیتان به خوبی، خوشی و آرامی سپری شود. دوستان نهایت گرامی، امروز دوباره آمدیم به طرف کارت 4 شهر کابل، یکی از زیباترین و بهترین منطقه مسکونی شهر کابل. و البته دوستان عزیز کارت 4 دیگه خودتان میفهمین که چه قسم یک جای هستی، ضرور به گفتنش نیست. زیبا، مقبول، عالی، مشهور و یک منطقه همه چی تمام از دوستان عزیز. خلاصه تر اگر بگویم دیگه دوستان عزیزم، تو ما از این پیاده روش و پیش رفته میریم سلو. یعنی مسجد خاتم النبیین بود تو طرف گذشتیم و این طرف دیگه دوستان عزیز گلکسی رستورانت است و در پهلوش هم بخارا. دو تا رستورانت مشهور در یک جای، اما ساختمانهایشون جداینی گلکسی هست. موترها رو ببینید پیاده رو استاد میکنن، این کار دیگه خوب نیست. و این هم دوستان از این طرف بخارا هست، بخارا رستورانت. در تصویر ببینین دوستان عزیز اون روبروی که میبینین برج بزرگ و زیبای سلطانی شهر کابل است. دیگه مطمئنا همه ایتان میشناسینش و نامش آشنایی دارین و چندین بار در ویدیوها آوردیم. شاید هر بار در ویدیویی که در کارت 4 بوده دوستان عزیز برج سلطانی هم حتما بوده، چون نماد کارت 4، زیبایی کارت 4 و همش تعلق میگیره به این بلند منزله و همین زیبایی هایی که همین ساختمان ها دارن. و بازه برج سلطانی همون بزرگترین و زیباترین و مقبولترینش هست. اوه پایت بند شد. ماشه دخترک تصفیش رو بیادرمون پیسه گرفت، یک ده افغانی پایش بند شد، افتید بیچاره که دیگه. اینی هم دوستان عزیز از برج سلطانی که بسیار بزرگ و همونطور زیبا هست. مرکز کارت 4 هم دوستان عزیز نمی کوچه ها هست، این کوچه سلطانی و کوچه پهلویش، این کوچه ها دیگه مرکز کارت 4 است.
این طرف هم دوستان عزیز خوب بلند منزله و ساختمان های زیبا هست. اما در این طرف بود زیادتر دیگه، مثلا این الواحد هایپر مارکت ببینید. ساختمان های زیاد هم دوستان عزیز در اینجا در ساخت ساز است. از این ساختمان گرفته که نمیفهم چی جور میشه، نتونستم خوانده یا نه نیست نشته، تا ساختمانه که رستوران ضیافت جور میکنه در اینجا و بالاش مسکونی است، پایینش هم رستوران جور میشه. اینجا رو ببینید چقدر خوبش دیزاین کرده دوستان عزیز. باش کامرای طرف شد اینجا را خانه کار ببینین، نگاه لوازم ببینین چقدر زیبا هستن و چقدر مقبول، چقدر عالی هم دیزاین شدن. ببینین این کوچه هم دوستان عزیز، کوچه مرکزی کارت 4 هست. در دوستان عزیز رستوران مشهور یمی که زیادتر مردم میشناسن، یک رستوران فست فود است، خصوصا پیتزایش بسیار نام داره، مردم میخورن. این طرف هم کفتریا دوستان عزیز، رستوران کفتریا بسیار مشهور است، چندین نمایندگی داره، در لیسه مریم، شهر نو، در هر بخش دیگه یک نمایندگی داره. البته جایی که مشهور است و بازار دارن. خب دوستان عزیز، انشالله که ویدیو خوشتون آمده باشه، ویدیو لذت برده باشین، ویدیو رو لایک کنین، در کانال همچنان سابسکرایب کنین تا ویدیو بعدی همه تنه به الله متعال پاک و بی‌نیاز میسپارم. روزگار خوب و خوش داشته باشین و در پناه الله متعال باشین. الله حافظ و مددگار همه تان.